خواهر سوال کردند که چرا در اسلام موسیقی و رقص جایز نیست؟ سراول از موسیقی شروع میکنم و بعد به سر رقص برمیگردیم. تا جایی که به موسیقی اشاره شده است، در این بابت پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم فرمودند که اسباب‌های موسیقی همچون قاعده عمومی منع می‌باشند بغیر از دف که او اجازه داده است. این دایره یک طرفش گشوده است که دف یا دفلی می‌نامند و غیر این را باشد پیامبر منع کردند. چرا؟ زیرا که اگر تحقیق بکنیم موسیقی شخص را از یاد الله سبحانه و تعالی دور می‌سازد، از یاد خداوند قادر، و به همین خاطر وقتی که سرودها را میشنویم نوابسته از آنی که به کدام زبان باشد شما در میابید که در این سرودها کلمات استفاده میشوند که خیالی و از واقعیت دور هستند. مثلا قهرمان میگوید من برایت ماه را میآورم، ستاره را میآورم. یقین است که این غیر امکان است. هیچ افرادی نمیتواند که برای دوست داشته‌اش ماه و ستاره را بیارد. اما باز هم ما دائم تکرار میکنیم برای محیط، برای همه چی. پس به خاطر این قانون کلی هست که موسیقی شخص را از الله سبحانه و تعالی دور میسازد. به همین خاطر است که پیامبر محبوب ما اسباب‌های موسیقی را منع کردند بغیر از دف یا در عموم با صدایتان. برای مثال وقتی که شخص قرآن را تلاوت میکند، قرآن را تلاوت کند در حالی که آوازش خوب باشد، این جایز است. این انسان را به سوی الله سبحانه و تعالی میبرد. اسباب‌های موسیقی در پس زمینه هم آرایش متوافد را میسازند. از طرف دیگر خواندن تنها بدون موسیقی این مباح، اختیاری است تا زمانی که کلمات سرود شما را به سوی خالقتان الله سبحانه و تعالی نزدیک کند. اگر کلمه های سرود شما را از الله سبحانه و تعالی دور سازد، حتی این گونه سرود هم منع است.